از زمان وقتی که واخری میگذرونید قطعی مقاماتی که تحقیق و تفتیش میبرد پرسی از آن کنید برای که پسر من خردسال نیست. خب ولی سینش از 24 بالا است، مستقل است، اویله‌دار است، فرزنددار است. خب از کردار کردگی خودش نزد قانون اگر گناهکار باشد نزد قانون و نزد وطن و نزد خلق و ملت به جواب بود. اگر ولی سینش نابالغ میشد من حاضر وکالتی جوابگویی باید داشتم. از این رو من احتراما خواهش میکنم از شما مقاماتی که تحقیق و تفتیشات پرونده پسر من میبرد پرسش کنیدون. شما هم فرزند دارید، من هم فرزند دارم. شما فکر میکنید من فرزندم گفتم که بیگانی از خانه برآمده رفته همین کار بدزدم؟ کی کدامت میخواهید؟ من میخواهم، شما میخواهید، هیچ کس نمیخواهد. یکی جنایت از جنایت فرق کنیدون. بیهوده قانونگذار از بی‌احتیاطی نشان نداده است. نه همه وقت من گفتم من پسرم حمایت نمیکنم، نکردم. من همش شما و در حضور تمام چیز باز میگم که من وابسته به کردار و حرکت صادرانه تا حاضر یگان جا مراجعت هم نکردم، یگان اخبارات هم نگرفتم، محتاج یگان اخبارات هم نیست. و خودش حقوق شناس است و خودش اویله‌دار است، مستقل است، جوابش نزد قانون نزد ملت بگوتسم میگد. صادر کرده باشد میگود. یکی شما فراموش نکنید که نه هم وقت با عیب رانندگی کار شدنش ممکن. شما دقیقاً میدانید که و در حالت مستی نبود، در حالت یگام چیزی و نبود، این چیزا را در گرد و نشر نمیتد شده است. یکی برای چه اخبارات نادرست کیم کدام زنی خطایی را گوی زدگی باشد الکی نادرست بود مقالتان کسی چاپ کردگی بود باید عقیده میکردیم، باید فکر میکردیم. من این خفه نیستم. در کم معین کنیتون خب استوده برین اگر حاضر گناهکار باشد بنویسونید بگویید که وای مستقل است. برادر عزیز من این خفه نمیشم.